هر قدر که تلاش کردیم و امید بستیم ولی او را از دست دادیم. یک توبدی خردکک و سپس زیر خاک. دوستم، من دیگر این را تحمل کردن نمیتوانم. چقدر شد که ما از پی این رذیلان آواره هستیم دوستم. وظیفه همون همین است. خیر چی کار کنیم؟ دوستم، آیا همیشه همین از پی آنها دویده میگردیم؟ بس است. به خدا قسم که بس است. چی کار کردن میخواهی جورا؟ رفته همه آنها را مییابم. پیکاس، آرزو، بران، همش را کشتن میخواهم. همشان را. من هم میخواهم. اگر اجازت دهید ما میرویم آقای سروزیر. بله البته اختیار دارید. بسیار غمگین مباشید. آیا از من یگان درخواست دارید؟ تشکر جناب. سلامت باشید. سلامت باشید. تو بازدید. پس چرا نشسته ایم دوستم؟ چرا نشسته ایم؟ آیا همیشه همین طور تابوت برداری میکنیم؟ باید یگان کاری کنیم ممدو. به این هم یک جانمان مانده است و خلاص. آیا تو هم برای از دست دادن یگان چیزی داری ها؟ یک دو داشتم خودت میدانی. رعنا بود. بعد از رفتن او مردن و زیستن برای من فرق ندارد. میفهمی؟ اکنون من هم آزاد شدم. از برای خدا دیگر مانعی من نشو دوستم. چه خیل مانع؟ من تو را تنها نمیگذارم. حتی از تو دیده زیادتر خواهش آنها را یافتن دارم. میفهمی؟ نباشد از این پس یک جا میشویم. یک جا میشویم جورا جان. آنها را میکشیم. اگر لازم شود میموریم. نشد یک عمر در محبس خواب میرویم. تشکر دوستم. خونبه های لیلا و رنا را از این رذیلان البته میستانیم دوستم. سالهای دراز بود که کسی ما را گوش نمی کرد. بدی کار در این بود که ما را هیچ می شمردن. این رفتاری بد باشد مردم را به غضب می آورد. شخصانی غرضناک باشد این غضب را استفاده بردند. متاسفانه فتنه جداشوی در همه جای پهن شد. حالا باشد وظیفه ما این است که مردم را باید خوب فهمانیم که خود را همچون وطندار حس کنند. به فکر من عاقبت این کار بخیر می شود. البته همه یک جا شده دست یک دیگر گرفته کار را به خوبی انجام میدهیم انشالله. سلامت باشید آقای مظهر. شما هم سلامت باشید. نجیب خودت را احتیاط کن. از این پس به دوش تو وظیفه مهمی میافتد. تو را در جای مهم دیدن میخواهم. جناب ما چشم به مقام منصب نانداخته ایم. ما شخصان با ایمان و خدمتگار بودیم و خواهیم ماند. خوش به حال من که خدا به من شما بر این شخصیت های با شرف و وطن دوست را لطف کرده است. خیر موفقیت آرزومندم. خدا مددگارتان باد. انشالله آقای سروزیر. فراموش نکنم ما میخواهیم با مدیر مدافع با خوری گذرانیم و درباره بعضی معلومات ها روشنی اندازیم. خوب شده است آقای مظهر. شبی خوش. و شما هم. مرحمت. مرحمت جناب. با تو یک ارمغان دارم جورا جان. وای وای وای. این کیست دوستان؟ این شخصی است که پیکاس را به آنجا آورده بود. راننده اش است. این طور باشد در کجا بودن پیکاس را نیز میداند. بله. باید کمی او را گوشتاب کنیم. چی گفتی؟ این کاری آسان است. تو را چنان عذاب میدیم که در حیاتت ندیده ای. تیار هستی؟ تیار است تیار. آنا بین خودش میخواهد. برویم. فعالیت انتخاباتیتان با من معقول نیست.
آخر با چیکار کنیم؟ در الغاز آتش بزرگ تشکیل کردیم. کنی آتش خاموش شده خاکستر شد. کافی نیست جنابان، کافی نیست. این آتش باید همیشه علنگه زند. طرف شرق مملکت را به آتش انداختن کاری شماست و طرف غرب مملکت را به پاخیزاندن کاری ماست. باید مردم شرق به مردم غرب دشمن شود. حرکت از شما به اغوا آوردن از ما. باید راهبر تروریستان و رئیس ملتچیان همزمان حرکت کنند. اغوایی در جنازه می شدگی چی شد؟ جناب، تروریستانی که دیگر به آنها احتیاج نداریم، آنها را دیده و دانسته به منطقه‌های خطرناک روان میکنیم. بیست از کوهستان مرده میارند. حتی مغز برای اغواگران زمینه تیار میکنند. خود گروه تروریستان از بحر بعضی آدم‌ها میگذرند. به سرحدی بالا رفته جسدهای خودتون را گیرید، سپس همه را به آتش زنید. پرچم ترکیه را پایان کنید، پرچم ججکه را آویزان کنید. میکنیم. عیناً این عملها را میکنیم. حتی ماتم نیز اعلام میکنیم جناب. برای بزرگ رفیقان لازم نیست. در حال از پیکار شدن. مرحمت جناب. آیا یگان خبر شما را ناراحت کرد؟ اگر ناراحتی شما عاید فعالیتی بدی رفیقان باشد، من همراه جناب پیکس گوش آنها را میکشیم. گوش آنها را میکشید. پس گوش شما را کی میکشد؟ کیامینی. مرحمت جناب. گوشی مرا کشید. مینیک، این کارهایت را در شو و نمایش های تلویزیونی کن. حالا زودتر به من اخبارات دهید. کنی فهمانید کارها چی خیلند. محترم برام، حتما باید خلق را یک جا جمع کرده و تمام قوه های موجوده را در یک وقت معین به حرکت درآوریم. قوه های مخصوصی که در استعدادی خونریزی و اغواگری خوب دارند به طرف قره‌دینیز روانه کنیم. وقتی که مردم غضبناک و قهرآلود قره‌دینیز را به حرکت درآوریم، پس به ما خیزاندن مردم میرسین و ادنه بسیار هم آسان می شود. لیکن در قره‌دینیز احتیاج به یک چند عملیات کشتار داریم. حزب ملتچیان ترک ضد حزب اقتدار بوده می باشند. اگر نقشه های من باورار شود، پس توی میکنیم توی. جناب بران، صف آنها بسیار کم است. یک چند ماه قبل با فرمان مینیک به آنها گوشرس کرده بودم که با این گونه بازی های دموکراتی دولت پیش نمی رود. آنها را همیشه امیدوار می سازیم که یک روز نه یک روز اقتدار به دست خودمان می آید. مثل سالهای پیش از 80 باید در حال کار را به سلاح حل کنیم. جناب بران بزرگ، وقتی حرکت کردن رسیده است. چنانه که میدانید کیامینیک در این گونه کارها همتا ندارد. شما امر کنید، من خودم دوام کار را حل کرده و شما عرض میکنم من این کار را حتما اجرا میکنم. این خیل نکنید. چرا در بین خودتان میخندید؟ با من هم گوید تا اینکه من هم خندم. زیغ نشو مینیک من. یک مدت پس پیکس اینجا را به میدان خوشحالی تبدیل میدهد. تو باشی از خنده زیاد میموری. زودتر گپ زنید، کارچلانی میکنن. از تو دیده کارچلانتر هست کیامینیک. بازدهانی مرا میکوبی ها؟ منظوری من این نبود جناب. یعنی میخواستم بفهمم چگونه مرا میخندونید. با کارهای بیهوده آواره شده وقت را ضایع نکنید. در روزهای بسیار هم مهم قرار داریم. شخصانی که ما را صاحب این خیل خوبه کردند از ما فعالیت خوبتر انتظارند. نباشد در یک میشه زدن ما را نیست میکنند. وقتی که من نیست میشوم شما را پاره پاره میکنند. این را دانسته گیرید پیکس. تو هم مینیک. التجا میکنم نکنید، سرم تال میخورد. آیا میدانی برای چی ما تو را آویزان کرده؟ برای چی؟ برای آن که خون به مغز سرت رود و عقلت به جایش آید. ما را بسیار آواره نکن و خودت را هم بیهوده عذاب نده. مرا چی کار کردن میخواهی؟ اگر در کجا بودن پیکس رو نگویی کارهایی میکنیم که با عقل انسان راست نمیآید. روشن‌تر فهمونید. اصلی گپ را گویید. مرا با تهدید کردن با سخن در آوردن نمیتوانید. این خیلی باشد سرت رو سوراخ کردم، مغزی سرت رو میگیریم. دستم آخر مغز ندارد. بیا بهترش کتفانش را سوراخ میکنیم.
سفسطه نگوید برای یگان کار کردن نمیتوانید. لیکن تو را مغزک سراخ میکنیم سپس لطو کوبت میکنیم. نه نشد جانم او ما را باور نمیکنم. خب ترش عملیات را شروع کن. بازاق جورا جان. ایسته اینطور باشد در کجا بودنی پیکس را با ما میگویی. بله پیکس، گوشمان به تو. کنی فهمان این نقشه بزرگت چیست؟ اطاعت جناب. آقای بران، محترم مینیک و دیگر عضوهای سازمان گرامی قدر، من مثل کیا مینیک سخندان نیستم. با جمله های زیبا آب و تاب دادن نمیتوانم. از این لحاظ در حال موضوع را شروع میکنم. این خیل نگوی پیکاس، بسیار همسر سخن زیبا گفتی. تشکر میگویم. جنابان، چنانه که به همگان معلوم است انتخابات در پیش بوده برای ما مسئله به نهایت مهم می باشد. مسابقه است که اقتدار 200 ساله آن یا دوام می‌یابد یا خاتمه می‌یابد و چنانه که آقای بران هفته گذشته ذکر کرده بودند این مسابقه دیگر انتخاب ندارد. متاسفانه فعالیت بازیگران ما در میدان بسیار هم مثبت میباشد. بازیگران احتیاطی ما باشد تماما بیکار حجه شده‌اند. آقای پیکاس آیا از ما یگان دعوی دارید؟ یگان کس را ملامت کردنی نیستم. اگر بازیگران دسته انفرادی باشند هم سرمربی خوب را صاحب هستیم. سخنهایش اونقدر خوب هم نباشند لیکن در واهمه هم تا ندارد. آیسته میشنود. بابا چی شنیدن گیرد؟ همان سرمربی همان با استراتژی داهیانش بازی که نزدیک به مغلوب شدن بودیم برای در این بازی غالب شدنمون به من پسی خوب داد. کنی فهمانه چه خیل جناب؟ و من این پسی خوب را به گال زیبا انجام دادم. آقای پیکاس، ما از فوتبال چیزی نمیفهمیم. لطفا موضوع رو طرزی فهمونه که ما هم چیزی فهمیم. خانم آرزو، به شما من گفته بودم که سفسطه نمیخوانم. از این لحاظ در ساحه‌ای که وظیفه دار می باشم کارم را خوب انجام می دهم. مرا چنین قبول کنید و با شرافت گالی زدم در فینال به میدان نبرآمده غالبیت را به دست می آوریم. چه خیل یعنی؟ آیا گل مگر در رفتی بازی زدن نمی شود؟ من اونقدر فوتبال را نمیدانم لیکن بیرون از بازی گل زدن نمی شود. نگران نباش کیامینی. وقتی که قاعده بازی را ما گذاریم بیرون از بازی نیز گل میزنیم چنانه که 200 سال کرده بودیم. این چه خیل گل بوده است؟ ببینید گل بزرگ این است. چی خیل؟ چنانی که میبینید هفته گذشته جناب چی گفته بودند؟ آیا نگفته بودند که چنان آتش افروزید که تنها ترکیه نه بلکه تمام دنیا را گرم کند؟ من هم به شما یک پیشنهاد میکنم که دقت تمام جهانیان را جلب میکند. به سروزیر کارت سرخ داده ابدا از بازی بیرون میکنیم. یعنی در این عملیات سروزیر نه تنها از بازی بیرون میشود بلکه حیات فوتبالش نیز خاتمه مییابد. جان گب را گفتی مینیک. اکنون حیات فوتبال او خاتمه مییابد. علاوه بدون الوداع. این بازی به من معقول شد. احسن به عقل تو. آفرین پیکاس. بس است. التجا میکنم. بدنم میسوزد. ما گب رو میفهمیم اما تو نمیفهمی. با ما مکنی پیکاس رو گب زن. اگر گویم مرا آزاد میکنید. اول گب زن کو بینیم صدایت چگونه میبراید. جناب پیکاس این حال در واخوری میباشد. در کجا؟ اینش رو میدونم. مکان واخوری آنها همیشه ایواز میشود. در آن واخوری کیها اشتراک میکنند؟ آدم های بزرگ. حتی با عقلتان راست نمیآید. بس کن سفسطه را. آدم های بزرگ بوده است. با تو گویم که با چگونه شخصیت و واخوری میگذراند. بگو. بران بزرگ، عزیزه، کیامینیک،
پیکاس، آرزو و عضوای سازمان برای شخصیت احمق. بله، از کجا میدانی؟ احمقینش رو میدونیم. افسوس در کجا بودنشون رو نمیدونیم. برای همین تو ما را با آنجا میبری. گفتم که در کجا بودنشون رو نمیدونم. شاید تو کسی را دانی که او جای پیکاس را نشان دهد. پیکاس را به ما میدهی، جانت را خلاص میکنی. داد و گریفت تجارت خوب است، باور بکن. بله، بسیار هم خوب. ملش ایستد. یک جا رو میدونم. زودتر گپ زن، ما باید به جنازه رویم. زودتر گپ زن میگویم. بله، باید رویم. باید این را هم قید کنم که مرگ سروزیر نه تنها با ما غلبه انتخاباتی را میارد. باز چی میشود؟ مردم این کار را از کردها میبینند. همین طریق ترک ها با کردها حمله میکنند. مثل خواست خودمان یک جنگی دهشتناک میشود. در عرصه سیاسی جایهای خالی زیاد میشوند. ما سودیه شده آنها را از سری نو سیاه میکنیم. یعنی مثل انقلاب سال 80 چنان خونریزی زیاد میشود که خلق بیزار شده مراجعت به قوه های تر و تازه میکنند. همین خیل؟ قوه های تر و تازه که دوستان ما میباشند آماده شده انتظار میشوند. چنانه که کیمینی قید کرد، سپس آنها به سر دولت می آیند. شخصانی که ضد ما بوده فکر و اندیشه های ما را نمیپسندند و نیت ما را نیز کردن داشتند، آنها را به خاک یکسان میکنیم. رفیقان خود را آزاد کرده باقی مانده را ابدی زندانی میکنیم. آیا دشمنهای خود را در زندانی سیوری تپه زندانی نمیکنیم؟ مثل رفیقان پیشینه‌شان در 5 سال آخر ما را بسیار عذاب دادند. آیا این عذاب را 10 چند زیاد کرده نمیگیریم؟ اگر تو بخواهی این را میکنیم مینیکی من. حالا ایست کنی فرصت به دست ما رسد، چنان ریشه های آنها را خوش میکنیم که تمام مرده هایشان از قبرستان ها زنده شده خیزند هم آنها را نجات دادن نمیتوانند. آقای پیکاس، کنی گپ زنید این عملیات بزرگ را چگونه عملی میکنیم؟ بسیار سوال خوب خانم آرزو. انا جوابی من. تمام معلومات ها در اینجا قید کرده شده است. چندین دفعه نیز از سنجش گذرانده شده است. چنانه که میدانید سروزیر را به نهایت خوب حمایه میکنند تا به او نزدیک شدن امکان ناپذیر است. خانم آرزو، آیا فکر میکنید که اینها را من نمیدانم؟ نگران نباشید. او را در یک جای میزنیم که هیچ کس منتظری این گونه عملیات نیست. در یک وقتی میزنیم که مثال بیار. در کجا میزنید او را؟ در بین مردم. چندین وقت شد که به این کار سر و کار میگیرم. چه خیلی که گفتید سروزیر را به نهایت حمایه خوب میکنند. حتی پرزیدنت امریکا را اینقدر خوب حمایه نمیکنند، لیکن این نقطه ضعیفی محافظتشان میباشد و ما از این استفاده برده او را میزنیم. حتی چی؟ حتی خود امشب این کار رو به انجام میرسانیم. آفرین. عالی جناب. داهیانه. عالی جناب. این کار را حتما به انجام رسانید. این خیلی که باشد ما میرویم. چشمانمان در آینه نگون و گوشهایمان در تلفن ها میشود. با مراق منتظر خبرهای خوب میشویم. آیا برای خیستنتان به شما اجازت دادم؟ شینید. جناب شما چی گفتن میخواهید؟ ما را نترسانید. یگان کس به یگان جا نمی رود. آمین. خداوند جایش را جنت کند. گورش را پرنور و روحش را شاد گرداند. خدا رحمتش کند. آقای مسر، حالا وقتی سخن کردن نیست، لیکن کی با میخوریم اینش را نمیدانم. اکنون من میروم. آیا بر وقت نیست؟ کمی دیگر می ایستادید؟ من رفته در منطقه خودمان فعالیت سر میکنم. کارهای اینجا بوده را حل کردیم. سخنهایمان را گفتیم. باقی مانده کار از شما وابسته است. انشاءالله که گفته هایمان را به اینابت میگیرند. برای صلح اقدامی نیک میکنید. پس با برهان چی میشود؟ یک روی میکند. میگوید که من نقشم را کشیدم. شخصی که با رضاگی خود راهی ضرر را اختیار کند نباید به او رحم کنی.
اما به هر حال برادرم است. تو وظیفت را اجرا کردی آقای عبدالقادر. او را برای خیر دعوت کردی، لیکن او راضی نشد. انسانی که به این سن و سال رسیده است و عقلش را خوب استفاده نمیبرد جای تأسف می باشد. افسوس قوه‌ای که بشریت را برای خیر میبرد در دست ما نیست. خدا هدایتش کند. بله، همین خیر می شود. اکنون سبب ها تمام شدن. غیر از دعا از دستمون دیگر چیزی نمی آید. خداوند سلامتی را دهد. الله قوت و جسارتی ما را کم نکند. تشکر. خیری. لبای آقای مسار. آقای عبدالقادر را تا فرودگاه گسیل کنید. اطاعت آقای مسار. خدا نگاه به آنشان آقای مسار. روح سفید در پناه خدا باشد. مرحمت گذارید. تسلیت عرض میکنم یگید. گفت که تو به من باور نمی کنی، لیکن من تماما دیگر شدم. میگفت که عشق و صداقتم را به تو اثبات خواهم کرد. برای من شده خودش را فدا کرد آقای مسر. لیلا به خاطر من کشته شد. خودت را گناهکار نکن یگید. روحش شاد باد. تقدیر چنین بوده است. از دست تو چی می آید؟ اما دیگر لیلا نیست. اپی هنر نیست. رعنا نیست. چرا برای وطن تنها یار و دوستان ما قربان می شوند آقای مسر؟ این سخنهایت علامتی درد و غمت است یگید. فراموش نکن. هر شخصی که در راه وطنش کشته می شود خوار و ذلیل نمی شود، شهید می شود. محترم بران، چیزی که میخواهید میکنیم. در بدن خود بمب گرفته به خانه سروزیر میداریم. لطفاً از ما نرنجید. آقای مینیک، التماس چاره ما را بینید. بران بزرگ، آیا اینجا را به حوض خونین تبدیل میدهید؟ آیا تو از خون میترسی مینیک حکیمن؟ نه جناب، منظوری من این نبود. یعنی گفتنی هم که سر و لباستون خونالود نشود. سر و لباس ما همیشه خونالود می باشد که امینی. هرگز رفیقان نگران نشوند. آنها را در اینجا نمی کشم. واهمه نکنید جنابان. شما را برای باوری نکردنم نه، بلکه برای پیشگیری کار اینجا نگاه می داریم. عملیات ما بسیار هم بزرگ است. نمی خواهم که کسی از این با خبر شود. تا مردن سروزیر یگان کس از اینجا نمی براید. مرا فهمیدید؟ این خیلی جناب. وقتی که سلاح به دستان را دیدیم بسیار ترسیدیم. خیر، بس کنید. شما را میهمانداری میکنند. میخورید و مینوشید. علاوه بر این، برای دلگیر نشدنتان پیکاس به شما یک برنامه تشکیل میکند. پیکاس، اگر خواهی سر کن. البته جناب. شما را در اینجا بیهوده نداشته ایم. این اکران کلانی که میبینید عملیات سویقت را مستقیما نشان میدهد. گویا که مرگ بین لادن را مثل اباما تماشا میکنند. عیناً همین خیل میشود که یمینیک. عیناً همین خیل. جناب، شما خوراک فرموده بودید؟ بیارید.
تو رو دوست می‌دارم. تو رو همیشه دوست می‌داشتم. بهترین غالبه مکتب نوربانوی مست من میدونستم نوربانو میخواست برایت ارمغان شکر تو رو میکنم که من رو سازمان شد. جانکی من. رانا گوش کن، تو رو بسیار دوست دارم. حالا دل من رانا گفتم نیست است. التجا میکنم با من خانه شو. اگر این انگشترین رو قبول کنی من خوشبختترین مرد دنیا میشم. از دستم هر چیزی که باید برایت احیا میکنم و میکوشم که خوشبختترین زنی دنیا شم. روحت شاد باد. آمین. بسیار هم دسترخوان زیبا شده، همه چیز مهیاست. خدمت رسانی حد و کنار ندارد. این خیلی مهمانداری زیبنده برانی بزرگ است. جناب اول شما مرحمت کنید. چی برایتان من چشیدنک هستم؟ منظوری من این نبود جناب. لقمه از بزرگان، سخن از خردان. مینی که من سخن را به هر طرفی که میخوای کشیدن نیرنگ بازی میکنی. این وظیفه من است. عقلها را آمیخته کردم. کنیده جناب این دستورخانی پرناز و نعمت را ترک کردن نمیخواستم، لیکن از پی کار شدن لازم. امشب فیلم بردار تو میباشی بیکس. فیلم نباید سوزد، روز گرفته نکند، در وقتش باید سر شود. به چشم جناب، از شما عذر میخواهم. نصیبم نماند. به شما اشتیایتم. خودت را به دست گیر. خود را به دست میگیریم و به هم میاییم و بعداً پراکنده میشویم. من از این جمع آمدن و پراکنده شدن ها خسته شدم آقای مظهر. این طور نگو یگید. در حال خودت را به دست گیر. به تو احتیاج زیاد داریم. از این احتیاج خواستن ها و نیازمندی ها به خدا خسته شدم آقای مظهر. هدف آنها سروزیر است. وقتی کم داریم به احساسات داده نشده خودت را به دست گیر. این مصیبت به سر همه ماست. این طور باشد مرا تنها گذارید آقای مظهر. در تنهایی چی کار میکنی؟ از دفترچه خاطراتم بعد میخوانید. یگید بس کن. به من اجازت آقای مظهر. به کجا میروی یگید؟ انتظاری ما شو. ما نجیب بگذار در تنهایی به خود آید. خداوند کریم است. اگر خواهید من او را نظارت کنم. فکر خوب. چیکار کردنشان نمیداند. بهترش که او را تنها نگذاریم.
شما چی میگویید آقای مظهر؟ مایلش لیکن عاقبت این کار نباید به بدی انجام یابد. یکدیگر را در کار خیر راه دید، نه در راه شر. هر کاری شود به ما خبر ده. اطاعت آقای مظهر. آقای مظهر، آیا این روزهای وزین را پس سر کرده حضور میافته باشیم؟ چی شد نفهمیدند؟ نه جونا جان نفهمیدند. با آنها گفتم که او نباید تنها ماند. راضی شدند. اینطور باشد از پی کار میشویم دوستم. کو با پیکاس زنگ زن. سایدا خوب هستی؟ در کجایی؟ تو خدا در کجایی؟ بیدار شده بودیم اکا. وضعیت خوب نبود. شما رو در کجایی؟ در تهخانه پاشا باغچه می باشیم. اینجا را میدانی؟ جناب پیکاس در اونجاست. الان آماده است. آماده ایستاده است. خب مایلش من هم بیایم. تلفن را خاموش کن. آمدم. خیر مایلش باید خاموش کنم. تو هم زودتر بیا. آمدم اکا. صحبت رو بس کن. کارمان زیاد است. در تخانه پاشا باغچه می باشم. تو آنجا را میدانی؟ میدانم. زودتر ما را آنجا ببر. اگر فریب دهی از دهانت پرانده مغز سرت را پاک میدهم. خسته نباشید شیر بچه ها. تشکر. خوش آمدید. خوب هستید؟ خوش باشید خوش باشید. چه؟ دسته؟ آماده هستید؟ آماده. خیلی خوب. کنی یک مراتبه دیگر نقشه ها را از سنجش گذرانیم؟ اول اینها را به سرتان کشید. بیا گیر. تو هم گیر شیرکم. جناب چرا اینها را میپوشیم؟ برای آن که مرگ سروزی را در پخش مستقیم نشان میدهیم. گیر. بسیار خوب. جناب مرا میبینید؟ صدایم را میشنوید؟ مرگ سروزیر نیز همین خیل با صفت به نوار گرفته شود. آقای پیکاس بران بزرگ میخواهد که مرگ سروزیر این گونه با صفت به نوار گرفته شود. خواهشی برای ما فرمان میباشد جناب. و شما بسیار هم فیلم عالی جناب نشان میدهم. شیر بچه های من، آیا فرمانی جناب ما را شنیدید؟ امشب کسی که خطا میکند بخشیده نمیشود. سروزیر گفتنی شخص بسیار هم از حد گذرانیده است. جزایش را میدهیم. زودتر یک بار دیگر سنجش میگذرانیم. خوب شد جناب. با گفته خبررسان ما سروزیر به زیارت یک صاحبکار به سلطان چفتچی میرفته است. در رفت زیارت کاری او را خاتمه میدهیم. پالوان مرا فهمیدی؟ دوستم بعد از مرگ لیلا کمی پریشان خاطر شدم. اگر خواهم چی جوره جان؟ اگر خواهم نروم همین خیل چونی سخن نگو. بس کن دوستم، من گفتنی بودم که با من چیزی نگو جوره جان. در این راه مردن است ولی برگشتن نه. این محاربه تنها از تو نیست بلکه از آن همه ما است. دوستم البته میدانستم که تو همین طور میگویی، اما بهترش اگر خواهی همراهی من نیا. اگر من هم مورم این محاربه را تو انجام میدهی، تو موری من میکنم. راضی هستی؟ راضیم، لیکن اگر هر دویمان قربان شویم پس چی میشود؟ اگر هر دویمان موریم این معنی آن را دارد که آنها کیها باز مردند. آفرین دوستم آفرین.
بسیار خوب. آیا همان وظیفه خودش را فهمید؟ فهمو. آفرین شیر بچه های من. این کار را با صفت انجام دهید. حتما سروزیر را به جهنم باید روانه کنیم. هر چیزی که میخواهید از من طلب کنید. کنید دستهایتان را گذارید. قسم به گروه و سلاح‌های مقدسم کی قسم به گروه و سلاح‌های مقدسم کی از پدر و مادری ترک به دنیا آمده. از پدر و مادری ترک به دنیا آمده. من زاده این سرزمین و ترک نژادی اصلی بوده. من زاده این سرزمین و ترک نژادی اصلی بوده. برای گروهی مقدسم را سردار دنیا کردن به ایست کار کرده. برای گروهی مقدسم را سردار دنیا کردن به ایست کار کرده. خونی وطنم را از لاشخوران و دینداران قفا مانده کردهای تروریست تازه میکنم. اشکان چشمم ریخت. مدتی دراز بود که جمعیت را این گونه فعال ندیده بودم. از من هم جناب، از من هم. ارکن کندو و شرافت شما از سر نو احیا می شود. میدهم و یا جان میگیرم. قسم میخورم که برای ارکن کندو جان میگیرم و یا جان میگیرم. جناب با اجازت شما آغاز میکنیم. که از خبرهای خوش را انتظار هستم. البته جناب. سلاح‌ها را گیرید شیر بچه های من. به دوستان افتخار و به دشمنان ترس و غم را فرا میاریم. تنها مردم اینجا نه بلکه به تمام دنیا نشان میدیم که ارکن کندو نمرده است. کنی از پی این عملیات بزرگ شوید. راه گردید شیر بچه های من. با پیش زنده باد امروز. آماده‌ام جورا. میرویم دستم. خداوند یارمان باد. حقت را حلال کن جورا جان. کی میداند که زنده میمونیم یا نه؟ حلال باد دستم. اگر یک ذره حقی داشته باشم پس حلال باد. خدا یارت بود جورا جان. رفتیم. بسم الله. رفتیم. حمله کردن. بچه‌ها به این طرف. به این طرف پنهان شوید بچه‌ها. یگید. خودش شگفت. در آنجا شگفت است. انا این یگیتی احمق است. به فکرم که همراهی مندو می باشد. آیا نام مرا در یاد داری فیکس؟ تنها پس از تو رو به خاطر رساندن فراموش میکنم. تو برای من دشمنی عالی قدر و سزاوار هستی. فیکس، لیکن تو هیچگاه برای من دشمنی سزاوار و عالی قدر نبودی. برای چی؟ چون که تو به ایمان و رزیل و خاین میباشی. اوه وزنی شو شیرکم. بیکس مرا میشنوی. هر دویش را بکش و دوزخ روان کن آنها را. از آنها خلاص شو. نگران نباشید جناب. جسد آنها را به نزد شما میارم. جورا جان این خیلی نمیشود. من به بالا میبرایم. مایلش دستم. یکی بهوده داد نزن. تو را هم مثل دوستی جانیت میکشم. آفرین. یگیت را نیز بکش. البته جنابی بران. با ذوق و شوق او را هم میکشم. دستم. التجا میکنم جواب ده. یکی دوستت مرد. او دیگر به این دنیا بر نمیگردد. اما تو نیز امکان داری که به نزدش بروی. یعنی به میدان برو. پنهان نشو. پنهان شده از قفا پروندن این شوه تو بر این خائن هاست. پیکر تو اینقدر بسیار سخندان شده ای که یمینیگ از تو باید درس بیاموزد.
ҷаноб, омодагӣ барои ҳимояи сарвазир дар сатҳи аъло мебошад. кори аввалин дараҷаи мо ҳимояи сарвазир аст. илова бар ин, ҳимоятгарони наздик ва ҳимоятгарони махсусро дар сатҳи баланд омода кардаем. гӯш кунед оғои мудир, ман магар ба шумо нагуфта будам ки бо навбат чигуна ҳимоя карданатонро назорат кунед? мо аз сӯи қасд сухан мекунем. оё оймин ҳастед ки ба куллӣ омодаед? аввал гузаргоҳҳоро, майдонҳои митингро ва маҷлисгоҳҳоро чанд рӯз пеш аз назорат мегузаронем. аввал мақомоти истихборот якчанд рӯз пеш аз анқара омада бо диққат тафтиш мекунад. баъдан муҳофизони дигар аз паси онҳо ҳама чизро хубтар назорат мекунанд ва дар чунин ҳолат хатар моро таҳдид намекунад. оё аз гузаргоҳи оғои сарвазир гурӯҳи террористони бадҷинс хабар доранд? оё шумо хабар доред ки дар он минтақа ягон гурӯҳи террористӣ ҳузур доранд ё ин ки не? агар ин гуна ҳодиса мешуд, ҳатман ба мо хабар медоданд. оғои мудир, шумо низ медонед ки баъзан барои пешгирии зиёд ба хатогӣ роҳ медиҳед. яъне чӣ хел? нафаҳмидам. ҳама фикр мекунанд ки шахсҳои дар боло буда доим тайёрии хуб мебинанд ва дақиқ аҳамият намедиҳанд. мутаассифона хато фикр мекунем. ҳамеша гумон дорем ки ҳатман дигарҳо хато мекунанд. гӯш кун наҷиб, ту сардор мебошӣ, ман мудир. ин суханҳоят барои мо таҳқир мебошад. оё инро мефаҳмӣ? рафиқон, дар ин гуна масъалаҳо сардор ва ё мудир будан фарқ надорад. гап дар сари яке аз шахсиятҳои бузурги мамлакатамон меравад. чанд рӯз пеш як мақола хонда будам. шоҳи давлат мебинад ки дар байни халқ танбалию фиребгарӣ зиёд мешавад, фармон медиҳад ки як ҳавз созанд. ба мардум амр мекунад ки ҳама як сатил шир оварда ба ин ҳавз резанд. мардум фармони шоҳро иҷро мекунанд. субҳ вақте ки омада мебинанд дар ҳавз шир нест. ҳама об рехтаанд. чаро? чунки ҳама фикр кардаанд ки дар байни ин қадар одам як сатил оби ман маълум намешавад. агар хабар кашида бошад ҳам гузаргоҳи аслиро нагуфтааст. мо ду гузаргоҳ дорем. яке гузаргоҳи ифшоҳшуда, дигаре гузаргоҳи аслӣ мебошад ки махфист. ҳоло бошад биёед мутолиаи гузаргоҳи аслиро кунем. дар гузаргоҳи аслӣ тамоми кормандони мақомотҳо, афсарони махсус, амният, снайперҳо, мошинҳои ёрии таъҷилӣ, чархболҳо ва мошинҳои муҳофизатии махсус ҳамеша дар гирду атрофи ҷаноби сарвазир мешаванд. агар нияти сӯи қасд карданро кунанд ҳам дар ҳар як қадам полисҳо ва кормандони таъиноти махсус мебошанд. яъне дар роҳ эҳтимоли сӯи қасд карданро надоранд. чуноне ки ба ман хабар расид, худо нигоҳ дорад, як гурӯҳ қасди куштани сарвазирро доранд. оё барои эҳтиёт ин гузаргоҳро иваз карда наметавонед? мутаассифона карда наметавонем. дар ҳар қадам полис ва кормандони таъиноти махсус аст. муҳофизатгарони шаҳрвандӣ аст. агар роҳро иваз кунем, диққати онҳоро ҷалб мекунем. шояд мушкилиҳои дигар ҳам садди роҳ ҳамон шавад. террористҳо ҷасорат намекунанд ки рӯи рост ба сарвазир ҳамла кунанд. агар кунанд ҳам худкушӣ мекунанд. ба наздикии интихобот мебошад. онҳо намехоҳанд ки шаъну шарафи худро дар назди мардум паст кунанд, зеро халқ сарвазирро назм мебинад. гӯш кунед. агар шумо аз гурӯҳи террористон мунтазири амалиёт бошед, пас бар души мо бори вазнин меафтад. агар онҳо боақлона рафтор кунанд, ин роҳро интихоб намекунанд. боз мегӯям, сӯи қасд мекунанд. гуфтаниам ки набояд ҳаёти сарвазирро ба хатар гузорем. гӯш кунед. мо ҳамеша ин гуна таҳдид ва хабарҳоро мегирем. агар барои шумо махсус бошад, барои мо як кори оддӣ шудааст. мо одат кардаем. саге ки нияти газидан кунад, дандонашро нишон намедиҳад. охир мо омодагии худро дидаем. онҳо ҷасорати ҳамла карданро надоранд. фарз кардем ки ҳамла карданд. мо низ дарҳол ба онҳо ҳамла карда дастгирашон мекунем. оиди сӯиқасди дар кастамону шуда чӣ мегӯед?
نکشم. از وقتی که تو را میشناسم همیشه با ما میکنی پیکاس. کمی حقیقت رو گفزن. تو چی گفتن میخواهی؟ گفتنی هستم که وعده های خالی داده برام را فریب میکنی. چه وعده های خالی؟ لیلا رو کی به قتل رسان؟ پدر یگید را در نزد چشمان یگید کی کشته؟ گوش کنید، ما نمیگوییم که سوی قصد نمی شود. چندین دفعه شد، شاید باز شود. ما میگوییم که آمادگی های ما در سطح عالی می باشد. وظیفه اولین درجه ما امنیت سربازی را تامین کردن می باشد. در حادثه کستمانو در نتیجه پیشگیری خوبمان سربازی را از جای حادثه به مکان امنیتی دور کردیم. گوش کنید، شخصانی که گذرگاه را عوض کردن میخواهند شاید عملیات سوی قصدی را در همون گذرگاه نو عملی کردن میخواهند. این برای ما خطر کلان می باشد. پس از راه با امنیت به راه بی امنیتی می گذاریم. من این توکل رو بهوده نمیگیرم. اگر یگان موضوع دیگر نباشد هم از پی کار شود. خوب مایلش. امیدوارم که شما حق هستید. موفق باشید. با شما نیز موفقیت میخواهم. مانده نباشید. با شما نیز. خدا مددگارتان باد. آقای مسئله چه کار میکنیم؟ کار به عهده ما شد. همه رفیقان را جمع کن. یگید و میمدوح را حتما پیدا بکن. خدایا، تلفن هر دویشان خاموش می باشد. آنها در کجا باشند؟ بران بزرگ، در اینجا در ماندم. به تو فرمان میدهم پیکاس، یک کار کرده از این سوراخی برا. تا سروزیران نکشی برای تو زیستن حرام است. فرما جناب. نکن تمام پیکاس. تپانچت رو بجاش گذار. زودتر. نه تو ترسانچک هستی. لازم نیست باز از دستت نلغزد. خوب ترش به یگان جای دور پتا. زودتر. به قفا برگرد. شیرکم برگرد. آها، شیرک دویم هم در همین جا بوده است. دیر باز همین کار را کردن میخواستم. به خدا خیلی آرام شدم. خوب تماشا کنید. عاقبت شما نیز همین خیل انجام می‌یابد. حالا هم یگیت را نیافتید؟ متاسفانه جناب. تلفن‌هایشون جواب نمیدهد. مبادا به سرش یگان حادثه ناخوش آمده باشد. ای بیومونوتیو، همه رو مثل خودت گمان میکنی؟ آنها دلیر و جسورند. از عهده هر مای کار میبرند، خواطر نشو. آنها با ما بازی میکنند. لب بحر، آفتاب، آخر تابستان آمد. به شما توصیه میدهم نباید تنها به امید برادرانتون شده آنها را تنها گذارید. آخر زندگی فیلم نیست، بازی کامپیوتری هم نیست. حیاتی که عمر به سر میبریم حیات حقیقی میباشد. اکنون فهمیدی خیری؟ فهمیدم. آقای مسئله شما نگران نباشید. ما در پی جستجوی آنها میشویم. آید محافظت سربازی چگونه پیشنهاد دارید؟ چی حال داره حضرت پیکاس؟ کمی لط خورده ای بشکرم. یگید خمارت را شکن، قصدت را سیتان. این لحظه دوباره با تو میسر نمی شود. البته که می سیتانم. تماشا کن. بینندگان گرامی، فیلمی که حالا با شما
وحشت و خونریزی می باشد. لطفاً کودکان تا سن 16 ساله را از نزد تلویزیون دور کنید. خواهش میکنیم از شما. تو رو میشنویم. هرچی گفتم میخوای زودتر گپ زن. این کار نشد جورا جان. چرا دوستم؟ برای صحنه های خونریزی این آرایش صحنه آنقدر خوب نیست جورا. راست میگی. پس چیکار کنیم ها؟ این متهم پیکاس جان رو به یگان مکان مخصوص ببریم ها؟ فکر خوب است دوستم. آماده شدید کی بودن شما رو نمیدونم، اما تخمین میکنم این قاتل را دستگیر کردیم. شما را نیز به دست خواهیم آورد. سری او را بریده به نزد شما روان میکنیم، نگران نباشید. سازمانتون را به مزارتون تبدیل میدهیم. تو را بسیار پزمان شده بودم پیکاس. دیر باز این لحظه را انتظار بودم. حالا وقتی حساب و کتاب رسید. اکنون خونبهای لیلا را از تو میستانم. هر کاری که دلت میخواد کردن گیر. خدا شگفت است بران جان. چرا تمام عملیات هایمون به سرمون بلا میشود؟ همش ابیگید. از او خلاص شدن نتوانستیم. آیا ما به این درجه ناتوان هستیم؟ آیا اینقدر بیچاره شدیم؟ او خودش تنها تمام ارکین کندو را به زانو آورده نیست. پس در بین ما یگان شخصی نیست که او را جزا دهد. من هستم. تو هستی؟ از دستت چی کار می آید؟ بسیار کارو کرده میتوانم جناب. شما نگران نباشید. بسیار هم نقشه های زیبا دارم. اگر اجازه دهی کاری او را خودم حل میکنم. چی کار میکنی آرزو؟ پیکاس را از دست ایگید چگونه نجات میدهی؟ برای آنها چنان چاهی آماده کردم که پیکاس را دوان به دست ما تسلیم میکنم. هر کاری که میخوای کردن گیر، لیکن پیکاس را از دست آنها نجات ده. جناب عملیات سروزیر برباد رفت. چرا؟ آخر پیکاس را دستگیر کردن. پس عملیات را کی میکنن؟ تمامی کار ما وابسته به پیکاس نیست. وقتی که اداره کنی این ساختار به عهده من است، پس باید در تمام کارهایم انتخاب دوم هم باشد. شما مگر نقشه دوم هم دارید؟ البته که دارم. چه خبر است؟ لبای ارکین، پیکاس را دستگیر کردن. جوابگوی این عملیات اکنون تو میشوی. خوب شد جناب. آمادگی ها تمام شدن. خانه که سروزیر زیارت میکنه یک خط قبوری طبیعی رو پیدا کردیم. گاز کیمیاوی رو به خط قبوری آن گاز پیوست کردیم. کی می آید؟ فکر میکنم پس از نیم ساعت می آید و حتما به اونجا مهمانداری میکنند. وقتی که دفتر رو گیران میکنه به طریق خط قبور گاز کیمیاوی رو سر میدهیم. یگان کس کارو نفهمیده به یگان صدا کار رو حل میکنه. بسیار خوب. با دقت شوید. این کار به عهده تو می باشد. باز به خطاگی راه ندهید. جناب شما نگران نشوید. حل میکنم. منتظری خبری خوش هستم. حتما. فهمو سردار. بچه ها سروزیر می آید. همه جا بجا شوید. با دقت شوید. سروزیر می آید. گاز را آهسته سر دهید. گاز کیمیاوی ها؟ نقشه عالی جناب می باشد. بی سلاح، بی ترکیش. در یک نفس کار تمام. عیناً همین خیل. بسیار خوب. من رفته کاری پیکاس رو حل میکنم. چی خیل حل میکنی؟ جناب شما نگران نباشید. با آنها یک جایی میکوبم که یگید و میندو در حیرت میافتن. با اجازت شما. تا سحر رقص خواهی کرد پیکاس. تو رقص های مرا نمیدانی شیرکم. حالا میبینیم رقصت را. میبینیم و با یاد میگیریم. جورا جان تو یاد میگیری اما کنی بینیم آیا پیکاس معلمی خوب است؟ وقتی که چرخ زند قناتهایش گشاده میشوند دوستم. اما پیکاس شخصی مهمی است. از این سبب باید با او مخصوص سر و کار گیریم. البته در این موضوع خاطر جمع باش. کوبیا برویم. زودتر خیز. زودتر.
بچه میتوانید روید از پی کار شوید. خوب شده جناب. رفتیم موتیف پیش دارم. نجیب باید آدم هایمون رو یابیم. هر چی که از دستم باید میکنم. عذر میخوام آقای مصر. لابای دادا جون زودتر به خونه بیایید. یا خدا پسرم کاری بسیار دارم و خیر است. حالی اپام بد شده است. التجا میکنم در حال به خونه بیایید. پسرم با اپا چی شد؟ گپ زن. زودتر شوید. التجا میکنم زودتر بیایید. حالی اپام بد است. پسرم گپ رو دراز نکن. با اپا چی شد؟ گپ زن. مایلش بیماری وزنی شده. در حال به خونه اومدنتون لازم. مایلش در حال میآیم. برگون جان نروید. میآیم. به شما گفته بودم هر جاتون کودک های گپ درو هستید. گفته بودم که گپ های مرا بجارید. تا آمدن نجیب انتظار میشویم. کنی بینیم ارمغانی من به او مقل میشود.